یک شب 1001 داستان. من صدیق هستم و اینجا برای شما 1001 داستان روایت خواهم کرد. داستان شب دوم، مصیبت کبک‌ها، نوشته احمد محمود. مرد گفت همراه کبک‌ها نیکیت و بدبختی بود. زن گفت آره، اصلا پرنده به ما نمیاد. مرد دراز بود و استخوانی و خمیده، با پوستی آفتاب سوخته و نگاهی همچون نگاه اسب نجیب و بردبار. مرد گفت بی جهت گربه و بچه هاشو در به در رو اسیر کردیم. زن گفت نه، بی جهت که نه، به خاطر کبک‌ها بود که گربه و بچه هاشو در به در کردیم. غبار نازکی تو هوا معلق بود. آفتاب تازه از لب بام پریده بود. آسمان زرد خاکی میزد. زن عینه‌هو مرغ کرش تو خودش بود. گرما نفسشو گرفته بود. نشسته بود تو ایوان و نگاه تیزش که به نگاه قرقی میماند همراه کبک‌ها تو حیاط میدوید. مرد گفت نیومد؟ زن گفت رفته خبر بگیره. مامو گربه آمد. حالا خود گربه بود که با پوست گلباغلی رنگ و تهیکایی فرو رفته و پستانهای آویزان آرام از پله‌های بام پایین می‌آمد. گربه تو پاگرد پله ایستاد و نگاه مهیلش را که بی‌عاطفه بود و فراموشکار بود به مرد دوخت. مرد رو لبه حوض نشسته بود و آستین‌ها را تا مرفق بالا زده بود و وضو می‌گرفت. روز اول، یعنی 17 روز قبل که کبک‌ها را آورده بودند، گربه که تازه زاییده بود رو چنگ خزیده بود و بعد جست زده بود که یکی از آنها را شکار کند، ولی مرد با لنگه گیوه زمخت گربه را کوبیده بود و تارانده بود. روز دوم، یعنی 16 روز قبل، غروب که شده بود دیده بودند که یکی از کبک‌ها سربریز شده و این بود که مرد، زن و پسر از لابلای خرتوپرت‌های زیرزمین گرفته تا پشت یخدان زوار در رفته و صندوق‌های پلیتیت و انبار و آتش‌خال‌های پشت بام همه جا را گشته بودند و عاقبت وقتی که پرهای کبک را رو بام همسایه پیدا کرده بودند و زن گفته بود کار گربه است، مرد بی این که مطرح کند رفته بود و بچه‌های گربه را از تو انباری برداشته بود و انداخته بود تو کوچه. و تا گربه به خودش بیاید و بجنبد و بچه‌هاش را یکی یکی به دهان بگیرد و به جای امنی ببرد، بچه‌های محله به گردن 3 تاشون طناب انداخته بودند و دارشان کشیده بودند و حالا 2 تای دیگرشان که مانده بودند رو بام همسایه زیر تخت پاره‌های یک میز از هم پاشیده از گرما له له می‌زدند. مرد گفت گربه اومد. زن گفت کاریش نداشته باش، کبک‌ها رو می‌ذاریم زیر سبد. زردی آسمان رفته بود و تاریکی غروب آمده بود. زن از جا برخاست و کلید چراغ را زد. بعد لخت و سنگین از پله‌های ایوان پایین رفت و به دنبال کبک‌ها دوید و تا گرفتشان رو زیر سبد گذاشتشان نیمه نفس شده بود. هوا دم داشت. بوی شور دریا حجم خانه را پر کرده بود. سایه نخل بلندپایه‌ای که تنها زینت خانه خشک و خالی بود و رو زمین افتاده بود و بعد شکسته بود رو دیوار. طرح مات و تیر رنگ و غبار گرفته برگ‌های سرنیزه‌ای نخل با متن نیلی آسمان در هم شده بود. کبوترهای چاهی لابلای سقف‌های نخل لانه کرده بودند. قوقای کبوترها می آمد. بعد صدای به هم خوردن بالهایشان بود و بعد پرپر زدن یکی از آنها که از رو شاخه‌ای بر می خواست. نخل را دور می زد و رو شاخه دیگر می نشست. مرد به نماز ایستاد. زن دوباره رفت و ایوان نشست و باد بزن و برداشت و خودش را باد زد. زن کوتاه بود و پهن با پاهای زمخت و گردن گوشتالو که گرما نفسش را گرفته بود و عرق پیراهن ململ سفیدش را چرک و خیس کرده بود. مرد سجاده را برداشت و رفت تو اتاق و با پنکه دستی آمد بیرون. پلاک پنکه را که میزد زن گفت مواظب باش، سیم بغل 2 شاخه زخمی شده. پنکه تف تف کرد و رافت. هوا را قدری جا به جا کرد. صدای پنکه خشک و فلزی بود. زن کف دستش را به زمین زد و تنه سنگینش را از جا کند و بلند شد و رفت
خرسک لری را آورد و انداختش رو آجرهای خیس کنار حوض و نشست روی مرد. مرد پرسید حالا بچه‌های گربه کجان؟ زن گفت گمون کنم رو پشت بوم همسایه باشم. حالا گربه از کنار دیوار خزیده بود و با دلهره خودش را کشانده بود تو مطبخ و سفره را از توی زنبیل بیرون کشیده بود و با خرده ریزهای تو سفره ور میرفت. صدای در حیاط آمد که رو پاشنه گشت و باز شد. مرد سرش را برگرداند و زن از رو شانه مرد پسر را دید که آمد تو. لبهای پسر سنگین رو هم نشسته بود. آستینهاش را بالا زده بود. یقه پیراهن لاجوردی رنگش باز بود. عرق از توی گره پیشانیش شیار بسته بود و لغزیده بود رو قوزک دماغش. مرد گفت خب. پسر سرش رو تکان داد. هیچ دستگیرم نشد. همراه حرف زدنش رنگی از ناشادی بود. همه شایع. و به این که درنگ کند رفت تو اتاق و شلوارش رو در آورد و کمی بعد با زیر شلواری راه و عرقگیر خیس و چرک مرده از اتاق بیرون زد. رادیو دستش بود. نشست روبروی پدر و با رادیو ور رفت. رادیو خرخر کرد. پسر زیر لبی حرف زد. انگار با خودش بود. قواش ضعیف شده. صدای رادیو صاف شد. زنی به وزن 3 ضرب سنگین میخوند. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقربه کار ما همینه، کیه در میزنه. مرد گفت حوصله ندارم، خاموشش کن. پسر گفت شاید از اخبار چیزی دستگیرمون بشه. زن با خلق تنگ زیر لب گفت حالا تا اخبار. پسر رادیو رو بست. مرد همینطور که نشسته بود رو نشیمنگاهش چرخید. پاچه‌های زیر شلواری رو بالا زد و پاهاش رو تا قوزک گذاشت تو آب و حوض. خب مردم چی میگن؟ گفتم که چیزی نمیگن که آدم سر در بیاره. نگاه مرد به آب و حوض بود و حالا با خودش بود. همچین که کپکا رو خریدیم. و صداش برید و کمی بعد باز غر زد. اون دفعه که توتی خریدیم مادرت مریض شد. اون 2 مرغابی هم حرف زدنش رنگی از غم داشت. و بعد وقتی که کبوتر آوردیم تو خونه برادرت آوردن سربازی و حالا پسر پیچ رادیو رو گرداند. مرد سکوت کرد و پاهاش رو از حوض بیرون کشید. پنکه یک بند میگشت اما چاره گرما نمی‌کرد. زن لهله میزد و پیشانی مرد عرق نشسته بود. صدای زنگدار رادیو حیاط را انباشت. ششتانگ حواس مرد، زن و پسر به رادیو بود. حیاط خفه بود. نور چراغ گرد گرفته دیوارهای ناصاف حیاط را سایه روشن زده بود. سایه سر و شانه مرد افتاده بود رو دیوار و سایه قوس کرده پسر کنارش بود. البته این همه تبذیر و عدم اعتنا به بودجه‌ای که باید در راه بهبود وضع اقتصادی به کار افتد نمیتواند مورد تایید قرار گیرد. این است که من شخصا تصمیم گرفتم به این کار رسیدگی کنم. هر سه به هم دیگر نگاه کردند. پسر رادیو رو بست. چند لحظه سکوت بود. سکوتی که سرد بود و آزاردهنده. پسر آه کشید. بیکاری شروع شد. به پیشانی پدر گره افتاد. گشنگی هم شروع شد. مادر نفس زنان رو لند کنان گفت این چه معنی میده؟ عوض شدن مدیر عامل و زدن این حرفا اصلا عوض شدنش چیکار به ما داره که کنار دریا نشستیم؟ صدای پدر خشدار بود. آخه مدیر عامل تازه از شرکت B&R خوشش نمیاد. زن گفت خب اگه خوشش نیاد. پسر رفت تو حرفش. محدودش میکنه، شاید هم منحل. گرد غم به چهره مرد نشسته بود. زیر لب حرف زد. بعدش هم همه بیکار میشن. دست کم از 100 تا 75 تا. کلمات توی گلوی پسر قند خورد. بیکاری شروع شد. زن سرش رو پایین انداخت. از همون روز که این کپکا. قامت دراز مرد تکان خورد. حالا مرد سرپا ایستاده بود و سایش رو دیوار به دار بلند نخل میماند. مرد دستها را به کمر زد. رگ کمر را شکست و راه افتاد و رفت تو مطبخ. گربه که انگار غافلگیر شده بود جست از وسط حیاط. زن آرام نگاهش کرد. باشو زن، باشو تا بدتر نشده بچهای گربه رو پیدا کن بیارشون براشون
تو بشقاب تریت کن و آبگوش روش بریز و بذار جلوشون. زن سخت و سنگین از جا بلند شد. مرد رفت به طرف سبد و کنارش ایستاد. بعداً زانوهاش مثل چاقوی جیبی تا شد و چندک زد. دست استخوانی مرد زیر سبد لرزید. صدای پرپر زدن کبک‌ها و غوغوشان در هم شد. دست مرد از زیر سبد آمد بیرون. یکی از کبک‌ها تو انگشتان بلند و استخوانی مرد اسیر بود. صدای زن آمد که داشت از پله‌ها بالا می‌رفت. آبشون بده. پسر دراز کشید. دست‌ها را گذاشت زیر سرش و شاخه‌های نخل را نگاه کرد. کبوترها آرام گرفته بودند. حالا آسمان آبی روشن بود. ستاره‌ها همچون قندیل به طاق آسمان آویزان بودند. صدای پرپر کبکی که گردن بریده‌اش از لای پرهای نرم خاکی رنگ بیرون زده بود جای سکوت را گرفت. سر کبک دومی که بریده شد اولی به پشت افتاده بود و پاها را بالا گرفته بود و پنجه‌هایش تشنج آرام داشت. زن که از پله‌ها آمد پایین و بچه‌های گربه را گذاشت زمین، مرد کبک چهارم را از زیر سبد بیرون کشیده بود و با تک پا سبد را به گوشه‌ای پرت کرده بود.